سلام، چطوری؟ نمیدونم کیا این ولاگو میبینین، چند نفر میبینین، ولی این اولین ولاگ من تو یوتیوبه و میخوام اولین ولاگمو با خونمون که ترکیده، کارهای خونه و 2 بچه‌ای که دارم و من هی تمیز میکنم و هی میترکونم شروع کنم. حالا بیاین که با من همراه باشین. اول خونه رو تمیز کنیم، بعد بچه‌ها رو بهتون نشون بدم و اینکه ببینیم دیگه چجوریه اوضاع احوال خونه. پسر کوچیکی که اسمش حسینه با مادر شوهرم رفت خونه مادر شوهرم. مادر شوهرم اینا روبروی خونمونه. نگاه کنین الان بهتون نشونش میدم. روزی 10 بار میره و میاد اونجاست. خب من تصمیم گرفتم برم از بالا شروع کنم به تمیز کردن خونه، چون این چند وقت اصلا حال خوبی نداشتم. خونه خیلی ریخته، میبینین که. بعد از بالا شروع کنم، چون من از پایین هر چقدرم شروع کنم اینا دوباره میریزن. میرم از بالا شروع کنم، تمیز میکنم، در رو میبندم، بالا کارم تموم میشه، میام با خیال راحت پایین. بریم بالا که میگم چون خونمون پله داره، اتاقا بالاست. این اتاق بچه ها میشه و این اتاق ما. بلبشوه اینا که میبینین وسایل کاره. من یک کسب و کار دارم اینترنتی و اینا رو توش میفروشم. حالا اینا رو بکنیم، هم اتاق رو تمیز کنم، قشنگ خونه رو تمیز کنم. الان یه 2-3 روزی بود من توی سوشال مدیا کلا فعال نبودم، چون یکم حال روحی، ذهنی، جسمی همه چی به هم ریخته بود دیگه، نیومدم. و اینکه ما هنوز تخت نداریم، تازه هم این خونه رو ساختیم به سختی و فعلا نمیتونیم تخت و این وسایل رو بخریم، سنتی میخوابیم. خب اینم که میبینین پسر بزرگی منه، همش تو گوشی داره بازی میکنه و اتاقشون هم ریخت. اتاقش خوش جمع کنه. بچه های شما این بازی رو انجام میدن؟ اسم بازی چیه؟ اسم بازی چیه؟ اینو بیان بزنین. خب من الان تا حدودی این اتاق رو مرتب کردم. این اتاق مرتب تر نمیشه چون اتاق کارمه و اینکه ما کمد دیواری نداریم که وسایلا همه چی بره سر جاش. حالا با روی اون میزو تمیز کنم، اونجا هم حسین خطکاری کرده میبینی، رو میزو تمیز کنم و این نامرتبی ها رو همه رو مرتب کنم و اول اسفند میخوام خونه تکونی رو شروع کنم. خب کار اتاقای بالا که تموم شد، حالا میریم به جنگ ظرفا. کلی ظرف جمع شده از دیشب تا حالا که همشون باید شسته بشن. یه مقدارم سطح کابینت ها و میز و دستمال کشیدم، یه تمیزی سرسری انجام میدم. قراره حالا 3 اسفند یه نیروی کمکی بیاد با هم دیگه خونه رو حسابی تمیز کنیم. خب آشپزخونه کارش تموم شد، نهار درست کنم، کار تمیز کنم. خب من فیلمو تند کردم که خسته نشین، یه مقدار از تمیزی حالو ببینین. البته من فقط مرتبش کردم، فعلا امروز جارو برقی اوکی، فکر نمی کنم بتونم بزنم چون یکم بی انرژیم. فعلا مرتب بشه اینجا تا ببینیم چی میشه دیگه. احتمال داره فردا جارو برقی اوکی بشه. اینم پسر کوچیکه که 2 سال و چند ماهشه و من هی کوسنا رو مرتب میذارم، آقا هی به هم میریزه. نگاه ای خدا، چرا به هم میریزی؟ وسط کار باشی، خسته باشی، چی میچسبه؟ چایی، فقط چایی. اصلا حرف قهوه زهر مار رو پیش من نزنی، فقط چای، اونم چای گیلان. خب من تازه وارد این پلتفرم شدم، همه یوتیوبو میگم و اینکه زیاد باش آشنایی ندارم، زیاد وارد نیستم، ولی دوست دارم تو این برنامه فعالیت کنم. سعی میکنم کلیپ‌های جذابتری تولید کنم بذارم. حالا تا ببینیم چی میشه دیگه. میشه شما فعلا من سابسکرایب کنیم؟
و لایک هم کنین میشه. خواهش میکنم. من میخوام توفو سبزی درست کنم. من طعم خالص مثلا سبزی رو دوست ندارم تو توفو، به خاطر همین بهش یه دونه سیب زمینی اضافه کنم و طعمش خیلی خوشمزه تر میشه تا خالص سبزی باشه. پیاز هم میزنم. ادویه ها من نمک و فلفل زردچوبه میزنم، چه ادویه های دیگه هم بیاد خب، ولی چون طعم اصلی توفو رو از بین میبره من زیاد دوست ندارم. به خاطر الان بعد اینکه پیاز رو رنده کردم نمک فلفل زردچوبه و توفو رو میزنم سرخ میکنم. پیاز رنده کردم چشمش یه هم بزنم بعد ببینم چند تا دیگه توفو میخواد. ایشونم آقا ایمان همسر بنده هستن، برقکار ساختمون هست و حالا کم کم بیشتر شما رو با خودم آشنا میکنم.